اونجا کار میکردم کو فروخته شده است. شخصی خریده باشد پدرم. خدایا، من هم به حیرت افتادم. او میخواهد خود را مهربان کرده نشان دهد، برای همین این کارو کرده است. هیچ دلگیر نمیشوند؟ دلگیر نمیشود. تو هم روی افتاده نمیشوی؟ نمیترسی؟ غیر از تو آدمان زیادی هستند که در این ساختمان کار کردن میخواهند. خلاص اگر مجبور شوی کار میکنی دیگر چی علاج؟ مجبور شوی؟ من اکنون با کار برگردم خوب میشود. ما یک کارفرمایی سختگیر داریم. خدا او را به دشمنم هم روبرو نکند. همین طور؟ پس به تو براری کار. تشکر. و باز این مسئله ساختمان در بین خودمان مانده؟ مایلش. وعده میدی؟ میدیم. تا بازدید. تا بازدید. این شام شب نشینی داریم. سیخ کباب میپزیم. تو رو انتظاریم. میایم. بر پدرت لعنت، مادرازی کوتاه عقل. و علیکم السلام دخترم. خیر اهمیت نده. هیچ مهم نیست که امروزها احوال من چگونه است. تو با کجا می روی؟ اکم را انتظارم. به نزد پدرم می رویم. من آماده ام. به نزد پدرتون می روید؟ بیا رفتیم. این را بگیر. بسیار پرلذت می نماید. بگیر. کی از همه بسیار گرسنه است؟ من. این طور باشد این به تو خسروچه ما. اما که کمال میماندید من میپختم. پسرم تو هر روز میپزی بیمون که ما هم لذت بریم. این را هم بگیر. شلغم ها را نیز بگیرید. قلمفرهاتون دادن؟ بگیر. تو شلغم رو دوست می‌داری زیبایک؟ نمیدونم. مزه‌اش رو بچش بگیر.
Bahçede yeşil çınar boyum boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nanay topkah gülüm, nanay, nanay, kibar yarimsin. اکنون با من اجازه دید. با کجا پسرم؟ اما کمال سحر کار دارم، من باید روم. دستتون درد نکند. با خدا از آشپزای ما بهتر هستید. مانند شما پختن نمیتوانیم اما بد نبود. خیر، به شما شب خوش. خیر میلش. شب خوش. بسیار بچه خوب است. دختر زیبایم، دختران زیبایم، دخترهایم، جان و جیگرم. برای همه خطاهایم عذر زیاد میخوام. خواهرت را احتیاط کن، او به تو